کوکو شانل، زنی که دنیای مد رو تغییر داد. او در سال 1883 در فرانسه به دنیا آمد و نام واقعی ایشون گابریل بونوق شانل هستش. شانل توی خانواده به شدت فقیری به دنیا آمد و پس از فوت مادرش، پدرش اون و خواهرش رو رها کرد و بیشتر دوران کودکی اون در یتیم خونه کنار راهبه ها گذشت و از راهبه ها خیاطی رو آموخت. اون کارش رو با خیاطی برای زنان ثروتمند آغاز کرد و بعد از مدتی تونست که کلاههای خودش رو طراحی کنه. کلاهایی که طراحی کرد بسیار زیبا، ساده و شیک بود و به خاطر سادگی خاصی که داشت تو جامعه به شدت محبوب شد، چون اون دوران لباس زنها به شدت سنگین، تجملاتی و سنگین بود. او در سال 1910 اولین فروشگاهش رو در پاریس تأسیس کرد، ولی محبوبیت و معروفیت او به خاطر طراحی‌های لباسایی بود که بسیار ساده، زیبا و شیک بود و معروفیت اصلیش رو بابت کت و شلوارهای شانل کسب کرد. او همچنین یه عطر معروفی به اسم شانل 5 یا شانل همون شماره 5 رو داره که هنوز به عنوان یه عطر بسیار محبوب و معتبر در دنیای مد و فشن معروفه. شانل نه تنها دنیای مد رو تغییر داد، بلکه دید مردم رو نسبت به دنیای مد کاملا تغییر داد. اون آزادی، سادگی و پوشش راحت رو وارد دنیای مد کرد، در حالی که قبل از اون زنان با لباسهای به شدت تجملاتی و سنگینی همراه بودند. کوکو شانل در سال 1971 درگذشت، ولی برند او همچنان یکی از محبوبترین و جذابترین برندها در دنیای مد است.